بابا بدا یک قطع سیگرت بیار. به قولاده به پدر چی گفتم باید؟ جوری نانه چشم زخ شدی؟ بخی یک قطع سیگرت بیار. میرم. سیگرت کی بیارم؟ جاپانی یک قطع بیار. ای خدا. چی که سودا آوردی؟ سودای چی؟ سودای مرده تا سودای خانه را او زار زقمه که پیشوریت میمانی و لقمه میزنی اونو سودا را میگم. اوزنه که او روز یک بلا سودا آوردم. چی شد زار زقم شد خلا شد؟ مردی که تو یک سیر برنج شولایید فقط من دایره تشکر میاری. تو طرفم لق سای نکو. اینی قتل شدایت خو خیاگ خروار میخورن. من خانه مادرم کشکده نمیبرم. یا بر من میاری. کار خدا شوین. باز دیگه بسیار سرم قرقر نکن که آواز سرم بد میخوره. ما بابا میرم. خوب است کمی سیگرت است که یک ساعت غم غلط میشه. از دست شما اگر دیوانه میشم دیوانه. مسعود عمیلش مجور کن. رازیا شما غیر از جزبازی دیگه کار یاد نداره؟ مرک ما برای جورش کنم. مسعود جورش کردی؟ ما جور شد. جور شد؟ شما غیر از جزبازی دیگه نگی کجا سیامت وقت شد که آمده بخورم. اینا حالا میشینیم یک گودی پران خوب هم تو لکس جور میکنه قیل کنن چطور؟ اگر شما جور میکنین جور کنین ما میریم درسای هم نخوندیم ما دیگه مادر مرا میزن. برو چاقک تفلک صحتمند برو درس تا بخوان. راضیه چاقک تفلک صحتمند بیا بریم ما تو جور میکنیم. اوه نه تو بده من نو مستم. یک سیگریتی کم بود که یکی دگاه پیدا شد. این چیز که میکشی؟ برو از بوتلایی که پدرت میخوره از نوع بخو که صحیح نشان شوی. تا قار خود آش شوین من دیگه شوم خدا بگیری تا نه. بخی کم شو خمیر نانوایی ببر که ناوقت شده. حدث او قار خدا شده پدرت است که نو سیگریتیست که تو سیگریت کشیدی. سعی نکن کورت میکنه بخی کم شو. برنگه. نجیب مسعود کا دوست از این چیز جور نمیشه. معلوم دستان فازی پرسان کرد گفت 3 ضرب 3 4 میشه میگه 6. به خیالم در خانهشان کسی نیست که در درساش کمک کنه. مادر و پدرش از خواه کار روزمره دارن دیگه. چی کار روزمره دارن؟ و هر روز که یکی دیگه خود جنگ میکنه. مسعود بچه هر چیز میگه تو خود جگرخون نساز. ما دیگه حوصله گپای بچه را ندارم. کدام روز کلاو کاپوسشان یکی میکنم. هر چی که میگه ما کتیت هستم. بیا که دمرایشان سباد از زیر تنگی بگیریم. اگه بر جنگ میره جنگ کار خوب نیست. پوشیکپ از اونا نکردی. برو چاقک تفلک صحتمند. بیا از مادرت سرت قار میشه. بیا مسعود که ما تو بریم. بیا.
مادر همچین پسر مرش خندی میکنن. مرا میگه از تو چیز جور نمیشه که دوستی. مادر تو خود مکتب خواندی پدرم. آخر چرا که مدرسه میخوانی؟ برو گم شو بالا ده بی پسر. مغز برای چی میخوری؟ پیش بابی قار خدا شدید برو کنم تو در مکتب شامل کرده بود. من قوصله ندارم. رنگ تا گم کس پیشم. مادر تو را که میگم برو پیش پدرم که میگه برو پیش مادرت. خیمه کدی کی درد بخونه مادر؟ کار خدا شوی برو پیشتر که یک ذره هم نیز رنگ تا گم کن. خواهد از سرم چلا. کاکا اونجا یک نفر زوف کده. زوف نکد آقا جان، خدا نشکده غم خود غلط میکنه. فهمیدی؟ برو بچه برو. مادر آوردم. زود بیا قار خدا شوی که سر من آوخ شد. او بابی جان مرگتم تال نام را خورخوندای من مادر مستک خدا به شرمانه. مادر مرم نارسی میبری؟ کتمی روز حالت ببرم تا گرگت سرم مر پیش خورخوندای می شرمانی. خیر است مادر مرم ببر دستوری من میشم. او دیگه تکی نگاه میکنن. مادر خیر خوراک ما ببر. بچیم ما اینی پیسه را بگی و کت خوراکت جواری پلا بگی از دکان لالو بگی هر دیتان بخورین خب. مادر اگر شب شد باز ما چطور کنیم؟ نمیشه تو وقت پدرت میای من میم که خاله نسیمیت منتظر من. او بچه مادرت کجاست؟ آروسی رفته. آروسی چی؟ آروسی کی رفته؟ مچم کد خال نسیمه رفته. آروسی رفته. او بچه ما دکان لالو برو. بابیم گفتم بوتل بده. بوتل چی ره؟ برای غرض نیست. زود بیا که ناوقت بشه. صحیح. بابا پدر پیسه رو بابیتم خوب شرابا رو میزنه. گپنی شما رو نگاه پکمیت یا نه؟ بابی ازم کل زندگی را صدقه چرس شراب کرده. تو دیدی بابی بچره؟ آقا مدیر غلام غوث میگی نشایی نمبر 1 او را کی نمیشناسه؟ دیگر که میشه دیگر مدیرها با پای خانه میره او با فرق. بس مادرم کجاست؟ مادرم رفته خانه خال نسیمه. چی کردی؟ رفته چرا دیر کردی؟ مره آوردی؟ کجا میری پدر؟ جای کار دارم. پدر خیلی ما کی باشه؟ اگر شب شد باز میای مادرت میای بچه. مادرم هم نمیه پدر. مسعود من هم شنامه تاریکیست نمیترسم. بریم سکینه دوام روشنی ماتاوست نمیترسم. مسعود خوام گرفتم. عشق من از کودکی در خانه ماتم نشست.
بازم که رفیقای من خانه رو جمع کن. باز رفیقای قار خدا شدید میاری؟ زاره ترقی نکو، نان خود خریدن آمدن. بخی جمع کن خانه را. خانه جمع از دیگه پدر. بخی جمع کن وردن. بخی تو تارتو قطبی ببر از اینجا. بخی نه دختر که اینا لباس میزنه تو دیگه. وادار کو جمع کن. خدا بگیره تا که رفیقایت یک جای تا دست رفیقای تو من هیچ روز ندارم. بخی نه دختر بخیم شا چند روز است من میرم خانه او خارخنده مالیه او ماتل هستک هیچ عدس تو میمانداری رفتن نمیتونم اون مادره که بیچاری ما ماتل هستک من برم پشت پایش و کمرش تیل چرد کنم و گاهی عدس تو و گاهی عدس قتل شده که من هیچ رفتن نمیتونم. قتل شده تنها از من نیست، از تو هم هسته. تو یک مادر هستی بیچی در خانه چوچای نگاه کن. تنها از ما نیست فهمیدی؟ دیگه پررا را بی و بشرم که بر اولادای خود به زن خود چی نیست که نمیکنه و تو تنها بر اولادم رسیده نمیتونی. و نام خدا چند بچه گل میگه که چه کافای دگور کدام مادر تی دیدی که شتوکای خود ایلا بتا بره تمام چوش تو کارا تکوتا نای لاکه دی رفتی. بسیار خوب برف بام به خودت از هر بام به من بندازی تو یار تنها من دیامه باس زیاد شد دیگه. من دیگه اصلا ندارم تو میفهمی رفیقای دی خانه این قتل شده من دیگه یک لحظه واسه که میبری ببرش ینگه کو بنگه که تام که ببری را خانه لالاین ببرش که من میمون دارم. تو میفهمی خانه لالایت میبری خانه هر کس میبری قول خدا شری من میرم از خانه دست سرت زن مردار. بیا در روش تو کامم شو میجا باشه سبا مادرش بشان مه لالا اولادای تو که سال پر در خانه ما باشه مجه سر چشم گرنگی نداره مگر من از یک بسیار میترسم کی به تفاوتی شما بر اولادایتان بسیار خطرناک است. چی به تفاوتی کردیم؟ نان میخورن او میخورن خانه مثل آشانه وار هست پیرشان مکتب میرن دیگه چی کنم؟ لالا درست است که تو برشان آشیانه درست کردی اما فرق بین آشیانه و خانه بسیار زیاد است. آشیانه برای پرنده هاست که مادرشان برای شوچه ها نان و دانه میته ولی اولادا در خانه به وارسی ضرورت داره به تعلیم ضرورت داره به تربیت ضرورت داره به محبت ضرورت داره. این همیز فرق بین آشیانه و خانه کی گپا باید شما بفهمین. حالی گپاره بان ما میرم که کار دارم. خداحافظ. لالا من میترسم که شما با این بی‌تفاوتیتان در زندگیتان کدام رزق کلان متحمل خواهد شدین. قتل شده تنها از من نیست از تو هم هسته. تو یک مادر هستی بیچی در خانه چوچای نگاه کن. من که کی درس بخونم مادر؟ قار خدا شوی هیچ از دستان روز ندارم. خوب از کمی سیگرت است که یک سال کم غلط میشه. Rosia una pagar también. ناسو مادرم چه وقت میاد؟ چرا سکینه؟ دق شدی؟ حتما امروز میاد. چطور هستی بچیم؟ این خردک بود برازی؟ گوقانه ما مسعود باشیم فیصله بگی یک چیزا که برای خوراکتون بخور بخور بگی بخور بیا که بریم مال خانه بخیزیم مرا جو قانون رازی چه پخته میکنی زن کاکا؟ چه دلت میشه؟ آشک همه که در سرش لبیا باشه.
خوب شد که گفتی دختر گندنه فروش باید بگیری. گمش که زن کاکا. خیلی 500 بگیر برو گندنه بیار تا برای تاشک پخته کنیم. خود زن کاکا. همه تمام خانه ما میرم میبینم مادرم آمده یا نامده. مسعود تو زور بانگی رو نداری. بانگی همیشه تو رو چپا میکنه. دختر کاکا این غم‌ها زندگی ما را قدر ضعیف ساخته که اگر در هر قدم زندگی ما تو هم برای ما نباشی ما کتی غم‌ها زندگی کردن نمیتونم. بانگی خود چپیم کرد دختر کاکا که یک دفعه زندگی چپیم نکن. خدا نکنه مسعود تو چی میگی؟ مرد چرا مرد میگن؟ به خاطر استقامتش، به خاطر بردباریش در مقابل مشکلات. باز مسعود خوش ندارم که نامزد ما یک مرد کمزور باشه. ای تو چی میگی دختر کاکا؟ کجا ما کمزور هستم؟ نه ما کمزور هستم. ما هر وقت در زیر بانگی مفتم. تو غیر بانگی کار دیگر بگو باسای کو. بیا قشتی میگیری؟ تو خواست خدای تمیره میخوایی چالاکک. بخی بیدی دست من نه خیر ببینی بانگی تا بگی. های های دختر کاکا برو تا بیار. واه واه چی رفتاره؟ تو ایا نکدی؟ از چی ایا نکدی؟ مسعود چی جانی داره که من نبرم؟ من چی کم هستم؟ ایره مسعود باز برات خواد گفت. بگی بخی برو دیگه. بودنه شریکا رو روان کردی یا نه که پولیسان ها چاپگیری ما نکنه؟ هم باش لالا مرزا اون ملیت صدارتش استاد داریم بانه پولیس مرزا نگیتی بیا. سکینه در روزا بسیار مغرور شدی صدای ما رو نمیشنوی. بسیار گپ نزن باد کالی فیرت میآید. پیرم کیست؟ ما از کس نمیترسم. دیوانه که مزاق کردم کار نشو. مسعود آمد. اوکی مسعود. خداحافظ. مدیر جان سلام بادا. سلام علیکم لالو جان چطور هستی؟ من خوب هستم مدیر جان. بخیالم که تو خوب نیستی. مثل که روزگاه مرا نفهمیدی. من برات گفته بودم که پیسه مرا تیار کو ولی تیار نکردی. لالو جان یک چند روز صبر کن میارم برای مدیر صبا میواده پیسه را از پیشت گرفته نیستم فکرت باشه. چی کردی مدیر؟ سلام من پشت تو میگردم پیسه را میتیه و رقم خود بگیرم. راب جان قال مقال نکو بدسته. تو میفهمی که ما در این روزا بسیار بد زده. این تاگم نمیچسبه. من دیگه ایشه نمیفهم فردا صبح پیسه جورت بکنم. سایکو خراب نکو ناخراباتی مسئله یک روز خو نیست. او در قار خدا شوی در این خانه از دست تو هیچ چیز نمان. چو باش بسیار گپ ندار که خفقت میکنم. خفه کردن میتونی باشو مرا دیگه ایمان مالای خانه ما ببری بفروشی. اوسو برو مال خودم است. خودم آوردیم خودم خریدم خودم میبرم. او قار خدا شده او را خود تو برش نگرفته بودی کاکاش برش خریده بود. کاکاش خریدنی ماماش خود نخریده بازم از من میشه. گوش کو بچه دست ما بند است باز ما برای یک نگاه بخرم. بابا نکو بلیاز خدا نکو. روز خواد شد که ما سکینه را خواد فروختیم.
باشه لودی احمق. بیادر این چی حال است ای خانه؟ خدا میدانه ما چی گناه کردیم کمرای ما تو میشه. تا کی اعتقاد بود؟ تو کنیم خواد تا که زنده هستی و میرد خواد. بخیر ما نایلا کنن بخیر که رفیقای ما آمده. با بچه لالو را بگو که زمین قطع سیگرت بده. باز بابیم پیسه تا میتن. بابا قرض برم. برو باز ما پیسه شم میتم. بابا لالو دیگه قرض نمیتن. اون روز مرا دید مرا گفت که بابا تو قرض سابقه رو بیار دیگه پشت قرض نبی. یکی که شرمت میه با کدام روز کتیت کده. برو جیبت بیا. بابا ما مقام میکنم که خرج خانه رو بیارم. بسیار گپ نزن. از هر جایی که میکنی برای ما سیگرت میاری. بخوره جوره بالا ببازن زدیم دوشک مدیر جان خیر است که باختی یک گلاس چای هم نمیتی ماره یا بریم ده کدام کافی انان چاش خود تیرت آوردی بیاده باش میارم بالا مسعود همون چای از دید بیاد چشم بیا دختر چای تیار است ببرده بخونه. من ببرم مادر؟ نه خیمه میبرم. مسعود خدا خانه نیست بخی ببر. من پیش از مردکا چه قسم برم؟ برو گم شو کدام پری کوی قاف تو نیستی که بابا دیدن تو آمده باشن که با اشال ماتا و 14 میاین. نال قال مقال بابیت سر من بپراین. بخی ببر چایه. بخی کار با سبا میکن. ببرن بیادر ببازن والیکم یک دو برو گم شو تو چرا چای آوردی کجا بود مسعود مسعود خو پشت سیگرت روان کردی تا بال نامده برو چرا سکینه چی گپ است که میدوی؟ بیادر اونو مرد کسی رو میای رقم سل میکرد. کدام مردکه؟ اونو رفیق بابیم در خانه؟ چای بردم. تو را کیف که چای ببر پیشو مردکا؟ تو نبودی مادم گفت من ببرم. نه بیادر باشو تو نه یک جنجال کلان جور میشه. مادر اینا چرا نمیکردی که چای ببره؟ سرمه قرقر نکو. حالا تو نبودی دیگه. حالا او که برد چه قیامت شد؟ خب گفتی چای ببر دو خانه او مردکه ای رقم سلم سل میکرد. برو بابیت هم بگو. با من چی؟ همه رفیقای خراب خود در خانه نمیامد که خوار تر چیز نمیگفت. چش تو زد دو یک دو مثلش زدیم 50,000 بای بده یک دو مثلش دو پنج تر کجوریت آقا جان چی کردی مدیر جان؟ پس شیشتی بادار؟ بخیر بکش گور کدگی آره؟ ندارم بابا رجب گور کدگی از کجا شد؟ راستی نداری؟ ولی اگه قرانش مانده باشه کلگیش بای دادم دمی ما بیخی باز زده ای پیسه ما چطور میشو بیاده؟ مدیر جان ما هم باختیم خیلی چطور میشه پیسه که ما را میچاره که دو ما تختمون ما را در این روزها چیزی نگوه خودت هم میبینی که ما چی حال دارم بد زدم بیرم آخر که روز نمیمونه مدیر هم پیسه که ما را بده ما که میبینم علاوالا ما که تو چه شوی مدیر جان اول که غم مرا نخوری نمیشه میبینی که ما هم باختیم
با بهتر کلگیتون مرا ما کم گرفتین چی حال است که نباش از کجا شود مدیر صاحب خیلی مال برای چی روز است مال تا بفروش باز پیسه ما را به تیار باده که بیادر گل نقش شدی پس بخیر کوم چیزی که بود و نبود کلگش فرو کن در خانه چیز نمانده یک چیز مانده مدیر جان اگر بفروشیش چی مونده؟ بگم پیسه ما زنده شد یک دانه ساعت بود چشمتا گرفته بود امون را برات باختن دیگه چی مانده دختره که میگم مدیر جان جوان شده چی بد میکنی دانه مردار تا پس تکم بکشم دستی چی مبرد چی مبرد خدا نمیفهمه چی میگم چی مبرد مدیر جان تو ناکار میشی من کدام نیت بد ندارم من میخوایم برای خود نکاش کنم مادر خادرم ضعیف شده یک دست پیشی بر ازوان میکنه و خرجای تو را میتم یک چند روپه دیگه تو را میتم خرجای از یارم خلاص میکنم ولی کاکا جور شد کارم ایتان جور میشه اینجا مدیر جان کار بشین راست میگن به تو چی میکنی؟ نگاه کردن دختر جوان در خانه غلط است راست میگه بیادر همی قرض ما رو که رجب میته قضا رو پس دارم هستی دیگه رام نداری پیسای ما رجب میتونی خلاص چی میگی؟ مدیر جان چی از دلت اگر خوش نیستی همون پیسگه که ما را بده ما را رای تو را دختره باش که من یک فکر کنم باز براتان میگم نه مدیر جان گپ ما را معلوم کن یا پیسه یا دختر باز پسان نمیشه مدیر جان چرت نزن بگو جواب بابا رجبه راست میگه بدر بده دیگه خوب میگه دیگه چطور شد مدیر جان چرا چرت میزنی بادا درست است بابا ای تو چی کردی؟ دختر خود در قمار باختی؟ اول خوشنگ و مردم کجا بریم؟ دوم دختر معصوم تو کتی مرد 80 ساله چی رقم زندگی خواد کرد؟ یادر بلیاز خدا یک کار خوب بکن من خو میمارم من مردکه رو نمیگیرم چوب باش نه من یک کار خواد کردم آیا اون مردم چه رقم خواد بودن دختره که مزاره ترق میشد اونجا بس تو صدای ترکش کلش از دست توست اگر تو چای در دست سکینه روان نمیکدی بابا رجبی کجا میدی هنوزم تو سرمه میگی اگر تو قمار نمیزدی و اینجا مردکا رو نمی آوردی قصدار نمیشدی باز دختر که از سر را نبود که قسم بزور میگرفتش اگه تو بس دیگه اگر میتو گفتن شما ما با میال نمیرسیم بس دیگه بیا خسر برا جان بیا از این باز هر روز باید بیایی به خاطر خانه خوارت است بابا رجب این معامله را بابیم کتت کرده من راضی نیستم من نمیخوایم خوار ما رستو باشه مرا وقت بده ما پیسی تا پیدا میکنیم سعید آقا جان اگر نیم اگر فقط بابیت خلاص کرده بودم باز که تو قدر شدی که پیسه مرا پیدا میتونی من شکر میکنم در قدرکت و اگر پیدا نتونستی باز میبینیم نه خسر برا جان فایده مده ای چی که من تو را ناخ وقت بتم اگر پیسه را ورده تانستی خوب اگر نتونستی من سکینه را بدون توی یک نکاح کده در خانه خود میارم که ما از خرچ توی پیش هم سعیس خسر برا جان اینقدر ور خطاستی فقط وقتت کم است
تو خو از من پرسان کو من چه وقت دادم میتونم برم. فقط 3 روز. اگر تا 3 روز نتونستی روز 4م سکینه بیدنگ دول در خانه. گوش کن مسعود جان بچه، تو خو میفهمی که من در 1 ماه 2000 روپیه معاش دارم و من به می 2000 معاش خودم میچلانم. اکثرا تا گرفتن معاش دیگه من قصدارم میشم. بازی خو پیسی بسیار زیاد است. اگه کس دیگه هم داشته باشه گمان نمیکنم که به ما شما بده. کاکا چطور کنم؟ حیات سکینه در بین است. من قریب است که دیوانه شم. نمیفهمم که چی کنی. پدر پدر مسعود بود؟ بچه چی میگفت پدر؟ مرا پرسان نکده رفت. خیریت خوب بود؟ خیریت بود بچه، بیا برات میگم. خیالم که همیان وقتش است که یک سیگریت دیگه که چرسا سر دود کنیم. نوش 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 بزن.
آقا مرزا یک پوری خوب مرا پیسش مفت آمده وی پیسش باز میتم تا برو پیسه ده بخی زنا قدمی علاقه دست تو بچه خیر است آقا مرزا گفتم پیسه معامله ندارم باز میتم پیسه بچه از کجا کنم این پیسه را زمیش بودر بادار اگر نشد تو را خو میتم یک روز سر ما صدا کردی مرا نه ایره بچه البته دختر کاکا هم دارم مسعود سلام سهل کو مسعود پیسه یافت نکردی؟ بیادر چرا طرفم نمیبینی؟ سکینه من پیسه پیدا کردم تاست ای خدا نامینم ساختی دخترم گریه نکن. خدا می روز سرت آورده چطور میکنی؟ ایش دختر تا آخر عمر خانه پدر مادر نمی باشه. خدا استوار بگیر. خدا همونجا رو بر تو خوب بسازه. او خدا من اونجا میمورم. مسعود مرا نمان که ببرن. من اونجا زاریم میشستم. خودت گریه نکن. سلام علیکم مدیر جان. خدا قبول کنه نکاح خوشت بخیر. میمانام در بیرو انتظار هستن. اون آمده بخ که بریم. من نمیرم. مدیر آقا اما امانت ما را بیار که ما بریم بخیر. بیا بخیر. مسعود یا پیش نگاه. مسعود در فروش من به میدان پدر من هم نشست. در میان برد باخت هم توتیه دل را
بیا خدا بیارید. با خیالم که یک مشتری قایم در پودر پیدا کنیم. مسعود اینجا بیا. چی گپ است تو بچه؟ بخه بودنم بخه. اینجا مسعود چشمار سیل کو از خود چی جور کردی؟ چی گپ است آخر؟ هیچ همه تو کاکم میگی او بچه یک دود بزن که فکر دیگه شود. میگی نه؟ بودنه بخی گو گرده برش رو بر. مزه بیه बेशक زنجیری خطرناکه که ولی بودنه مسعود سایکه نه تیر شو. خب گوشتان آواز کنه. ما در اینجا نامزادی مسعود و راضیه را فسخ میکنم. اگه بعد از این کوشش کردین که پایتانم در خانه ماندین پایتانم بشکنانم. چی گپ است کاکا جان؟ چرا؟ خوب گوش کن مسعود که دیگه در دور پیش خانه‌ام نبینمت و من نامزادی تو راضیه را در اینجا فسخ کردم و برای من بیادرم مرده. فهمیدی؟ مگه دیگه تو کوشش کنی به نام خانه کاکا یا به نام خانه نامزاد در خانه‌ام بیایی پایتان میده میکنم. کاکا آخر چرا؟ چی گپ است که جزا را ما رو میدی؟ ما راضی به خواست شما نامزاد شدیم. بازی نامزاد ما است. آخر چی گپ است؟ مسعود من دختر خود پیشت یک آدم ظالم مانده نمیتونم. کاکا بابیم که راضی چه غرض داره؟ بازو برادرزادهش است. یک آدمی که سر اولاد خود سر جگرگوشی خود رحم نکنه سر دختر من رحم میکنه. به روز شب که دختر مرام در قماربازی و در عیاشی خود ببازه باز روز ما چی کنم؟ ها؟ چی کنم اون روزه؟ پیش از اینکه روز برسه من باید این منطقه را ترک کنم و برم. بلی از خدا کاکا در این گناه ما و رازه چی است؟ ما و رازه بدون یکی دیگه خود زندگی کردن نمیتونیم. با هم یک امید مانده کاکا سر ما ظلم نکو. مسعود بچه ما برای دختر خود به جگر گوشه خود هم پدر بودیم و هم مادر. بعد از اینکه مادر ازی فوت کرد من ایره به خون دل بزرگ ساختم و ما حالا بربادی دختر خود دیده نمیتونم و تو حتی خارتا حدستی بابه ظالمت نجات دادن نتونستی و او سبا اگه دختر مرم در قمار ببازم تو چی خود کردی؟ چی خود کردی؟ برو بچم که بریم. عشق من از کودکی در خانه ماتم نشست. عشق من
از کودکی در خانه ماتم نشست. کاکا مرزا، یک پولی به تیم حالتم بسیار خراب است. بیگی بادار تو چیز بتمه که غمپران باشه. بیگی زده برو، فهمیدی؟ دلم به جوانیت می سوزه. من چی بودم چی شدم پشته میگه پانگه. مسعود نکو بلیاز خدا می کاره نکو. یک دفعه سنوال ما سعی کو چی بودم چی شدم. این پودر بسیار ناجوان چیز است. سکینه سرباش میکنی؟ حالا بار میکنم. ببر دختر مدیر، اینجا خانه بابت نیست. با صدر باش، با صدر. اگر نیم دقیقه بایم نیستم. قادر من خود گفتمت کالا را بار میکردم. دیگه با چیست که تو میزنی؟ مقصد تو چیست؟ ما زمان میگیری؟ ها؟ کارم مقصد بکشم. یک دفعه دیگه که بدر فوق تو جلو ندی. مسعود، البته قسمت تو با راضی نبود و قسمت سکینه با اون مرد 80 ساله بود. بخبرو خبر سکینه را بگو در چی حال است. خیرت است؟ قادر هیچ آمدیم یک دفعه خار خود بگیم سکینه بود. مسعود چیزی نه که کس سودا کرد باز پشت نمیگرده. بازی رو با همه سر بایم سودا کرده. قادر میفهم که دل تو بر من نفرت است، مگه مربان که یک دفعه خار خود بگیم. ما به شیشتن نامده. مسعود بخالم گپ در کلیت کار نکرد. برو که نبینمت. برو کم شو. برو. Mm-hmm.
کاکا من یک بود یکی دیگر هم سرش بان تو چیز برات آوردیم که د آسمان بالایت میکنه بوده نه؟ بته امانتش این برای سر دیواره میکنه روز کوبین نمیبینی مسعود بخیر چی حال داری؟ چی شده؟ بخیر خانه بریم مرسی جون من کجا میبریم؟ هیچکی بیم حالا جای من میجست با خدا سلام رحم کنم جان من بگیره باز من بیغم میشه مسعود جان من میفهمم کاکایت کرده چی کرد روزگار سکینه هم خوب نیست مگر میرایل نیست هستی ولی خدا بانه حالا من با دست خود نیستم مادر؟ مادر؟ جانی مادر بله که دخترم آمد بیستم پیسر جان مردی دخترم سفید جم چقدر به شدت شده بودم ما خوش شده بودم مادر پدر من چی شده؟ خدا زبان پدر تا گرفته او گپ زده نمیتونه مادر مسعود کجاست؟ من نمیفهم که شما را دوست بگویم یا دشمن. دشمن امی رقم نیست که شما هستین. پدر، نام اولاد بد است. وقتی که کلان میشن در مقابلشان به احترام میشن. اما من و مسعود همیشه قربانی اشنوش تو و خارخنده بازی مادرم شدیم. از چی بگویم؟ از کدام روز خوش خود بگویم؟ تا که مرا نفروخته بودین کوشش میکردم که تحمل کنم که آینده ما خوب باشد. شبایی که از ضد یکی دیگه خانه نمی آمدین ما را تنها می ماندین، ما و مسعود دبام می رفتیم، در روشنی مطاب تیر می کردیم، همونجا می خوابیدیم. روزها را خانه کاکایم سپری می کردیم. وقتی به یاد مادرم می شدم در حالت نادانی مسعود قایم می گرفتم که مرا پیش مادرم ببر. مسعود مرا به چی مشکلات دلاسا می داد، مرا خو می داد. شما همراه یکی دیگه جنگ میکردین، ما را به یکی دیگه تان ارتباط میدادین. تو میگفتی قتل شدای پدرت، بابی میگفت ارتقای تو. ما نمیدانستیم میرو پدر مادر چیست.
روزا از مکتب می آمدیم پشت دروازه قفل شکم گشنه معطل می شیشیدیم که شما بیاین ما را یک لقمه نان بتین. اون نانم نوش جان نی بلکه زار زقوم می کدیم. هر وقت مادرم می گفت بخورین زار زقومتان کنین، می گفتیم خیر است، کوشش می کنیم آینده در اختیار ما باشه. می گفتیم با همون کسی که عروسی می کنیم تمام مشکلات ما خدا همراه از او حل می کنم. من خوشی های خدا در چشمای نصیر و مسعود دنیای خدا در چشمای راضیه می دید. اما پدر مادر من قسم خورده بودن که اولاداشان تا آخر عمر همراه غم زندگی کنن و اما طورم کردن. مرا به پیر 80 ساله فروختن و معلوم نیست که مسعود از این میراث پر جفای پدرش چی برش رسید. سکینه نصیر مرا فراموش کو، من حال عزت کسی دیگه هستم. بیبی سکینه من نمیخواستم صدایت کنم اما از خاطر مسعود مجبور بودم که برات یک چیزی بگویم. از خاطر مسعود؟ چرا؟ مسعود چی شده؟ مسعود کجاست؟ برخطا نشو سکینه، مسعود چیزی نشده مگم اگر می رقم باشه هر چیز شده میتونه. بازی بگو نصیر، مسعود چی شده؟ سکینه اگر رفته میتونی که ببرمت پیشش. نصیر میتونم بریم. سکینه به این حالت رفتن تو پیش مسعود خوب نخواهد بود. اگه اون تو را ببینه بسیار رنج خواهد بود. نه نصیر من مسعود در این حالت دیده نمیتونم. سکینه چی میگی اینجا؟ آخر رفیقت پیدا کردی ها؟ برو خانه تو غلط فکر میکنی، او با دیدن مسعود آمده بود. چو باش مگر تام گپ بزنم. برو میکشمت حالا سر از دبیر رشید میکشمت. نشو برای همینه برو. مسعود چی میکنی؟ ای خدا میکشی؟ نصیر شاملت بطیم برای از خدا میمارم. این کار را که تو میکنی 100% تو را میکشه. تو نمیفهمی که با استعمال یک بیتکوینی توسط چند نفر هیچ انتقال میکنه؟ مسعود
ماتم نشست محفل عیشو که ما رو باد و ساکن شده در فروش من به میدان پدر من هم نشست در میان بردبار هم توتیه دل را فراق عشق من از کودکی در خانه ماتم نشست عشق من از کودکی در خانه ماتم نشست مسعود زبرجان یک بارم پیدا کن مردم مسعود تو بیتابی نکو ما به هر رقم که شو برات پیدا میکنم ولی از خودم یک پوری تو بیتابی نکو مردم چی عوامل باعث چیزی میشه که یک جوان ما روی مر به دنیا مواد مخدر یکی از عوامل عمده آن عدم آگاهی اکثریت از جوانان ما از اضرار مواد مخدر می باشد. بیسوادی، فقر، دوری از وطن، جهالت همه عواملی است که امروز یک جوان ما انتخاب میکنه دنیای مواد مخدر. ورکشاپ امروزی ما در همین جا با پایان میرسیم. ببخشید دکتر صاحب امضایتان میخواستم. من رفتم به اجازهتون. بابا خدا. شما بخیر در ورکشاپ اشتراک میکنید؟ بله دکتر صاحب اگر قسمت باشه. خب موفق باشید. تشکر. بازم اگه در جریان کار کدام مشکلی داشتید
با ما بگوید. ما در خدمتتان هستم. تشکر دکتر صاحب. ولی فکر کنم ما نشناختم. بله؟ او تفلک سعدمند، یادت رفته که چاقک در کوچه میدویدی؟ من اسیر هستم. چی؟ تو اسیر هستی؟ او خدا زده. تو خب خطایم کردی. که خود گفتم امیاله که برو در میشفا خانم به نام تفلک سعدمند مشهور شدی. خب دیگه چی از داری؟ منطقه خیریتی است؟ آه شکر خیر. خوب است. مسعودشان چه خبر؟ خوب هستن میبینیشان هم؟ مسعود بیا برای قسم. سمی جان، بالاخره سکینه هم فوت کرد. مادر و پدرش از شرمندگی سر جنازهش نامدن. امی در همسایه امی ما بودیم که دفنش کردیم. مسعود هم در او حالت. خب لطیف جان، چی مصروفیت در چی کار بار مشغول هستی؟ بله کاکا جان، احتراما باید برتان بگویم که هر انسان اهداف داره که باید به خاطر رسیدن به او اهداف بکوشه و ما هم بسیار زیاد کوشش کردیم. باید بگویم که مادر جان و پدر جان ما با وجود فقدان تسهیلات لازم و اقتصادهای پریشان زمینه ها را بر من مساعد ساخت تا ای که من مکتب بخوانم و پانتون برم و حال دوره ستاژ است. از پانزه فارغ شدیم بخیر. می خواهیم که یک صفحه نو به زندگی خود باز بکنم. بیادر جان، ما امیدوار باشیم که بخیر دختر از ماست. ما چیزی برای گفتن ندارم. دقیقت من هم مادر و هم پدر راضی هستم. من یک بار از خود راضیه پرسان کنم که تصمیم از او چیز. باز من براتان اول میدم. آقا بیادر جان، بگه شما ما موافق هستم. من خود میگم که باید هر پدر و مادر بر اولادای خود وقت بده که در مورد زندگی آینده خودشان باید تصمیم بگیرن. یقینا. خیلی ما کاکا جان باید بریم اگه اجازه شما باشه. خب ما منتظر اول شما هستیم. انشالله. ببخشین زحمات تانه، ببخشین کاکا جان به تکلیف شما. بچه تو خود خوش هستی که من برای مردم ها بگویم؟ پدر، ما میخوایم مثل همیشه به پدر خود راست بگویم. همین پاکی و صداقت راستی تو باعث فخرم است. بگو بچه چی از نظرت؟ پدر، تو و عزت تو بالاتر از جان و به من اهمیت داره. من میفهمم که تو بر من هم پدر بودی و هم مادر. تو نماندی که من کمی مادر خود احساس کنم. زنده باشی بچه. و من ایره هم میفهمم این کار بسیار مشکل است بر یک پدر که هم مادر باشه و هم پدر. و من شاهد هستم که تو بر من هم پدر خوب بودی و هم مادر خوب و مهربان. و همین خوبی های تو ما را وادار میسازه که به پدر خود راست بگویم. پدر، ما میخوایم بگویم که من امانت مسعود هستم و تمام وجود احساس میکند که من فقط خانم کسی شده میتونم که پدر و مادرم به من انتخاب کرده بودن. رشته ما و مسعود از طرف شما و مادر خدا بیامرزم طی شده بود و شما و مادرم هر دو مشترک رشته را ساخته بودین. پدر، قبول میکنم که کاکای ما آدم خوبی نبوده، اما مسعود چی گناه کرده؟ ما چی گناه کردیم؟ ما را چرا جزای گناه کاکای ما میتین؟ من یک دختر افغان هستم. در زندگی من صرف یک مرد بوده میتونه، همون مردی که برای اولین بار نام ما با نامش گره خورده بود. پدر، از ما خفه نباش. نفس ما قبول نمیکنه که جز مسعود با مرد دیگه کدام رابطه داشته باشم. من می دختر با مسعود دادم به خاطر از اینکه در چشمای مسعود صداقت میبینم. می دختر ما که مسعود آرام میباشه. صحیح است. حالا ما که هیچ چیز گفتیم. مسعود بیادرزاده‌ام است، بازویم است. از او کدام ما بهتر میافهم. باز پدر، ما که تو را به زمین انداخته نمیتونم. درست است بچه،
من این گپ بدل تو میکنم و من ببینم که تصمیم تو چی میکنه. اما تو میفهمی که من از مسعود چی میخوایم. پدر فقط یک چانس میخوایم، فقط یک بار مسعود ببینم. درست است بچه، احتیاط که بچه امکان از خوشی مسعود خانه بابیت خراب نکنی. در اینجا که شما می دوستای محترم اینجا پروگرام است که مواد مخدر ترک میکنه شما. آورده مسعود دکتر صاحب. مسعود چطور دکتر صاحب؟ معایناتش تکمیل است؟ معاینات تکمیل شده، باید بستر شوم. خدایا چی حال است؟ سری خوار بیادر چی آمده؟ من مسعود به یال دیده نمیتونم. خدایا خودت کمک کو. شما باز چی میگن؟ آمدین سیل مسعود ببینین؟ او نه، برین خوب تماشا کنین. بس از بچه ما به گناه خود پای بردیم. پدر مسعود حالتش ببین، این حالتش هم برای شما نشان میده، هم برتان میگه که ما پدر مسعود جزای خود دیده میریم. زن کاکا گریه فایده نداره. مسعود از دست شما به گدایی افتاده. او بر خود نان گدایی نمیکنه، او به خود مرگ گدایی میکنه. دخترم من گفتم که ما جزای خود دیده میریم. ما مادر هستم. چی فایده که شما چی میبینین؟ آیا سکینه پس زنده میشه؟ به چی مشکلات؟ پدر ما قناعت دادم که نامزادی مرا همراه مسعود قبول کرد. اگر پدرم بفهمه که مسعود پودری شده، من هرگز هر روز خانه شما شده نمیتونم. خواهر جان، شما مخبه جان هستم. من همچنان با شما موافق هستم. راست که واقعیت والدین مسعود در مقابل مسعود بسیار بی‌توجهی کردن، بسیار جفا کردن. یا جای شکر است که نصیر مسعود از اینجا آورد به شفاخانه. چه مور خطا نشد. من از حالت مسعود خبر داشتم و به می خاطر من بر تو موقع دادم که بیایی مسعود ببینیم، چرا که مسعود همیشه تنها بوده
و تو همیشه در مشکلات زندگی را کمک کردی و باز در این لحظه اساس که زندگی را به طرف ناکامی کش میکنه. من نخواستم که مثل لالایم در برابر مسعود بی تفاوت باشم و ما به می خاطر تصمیم گرفتیم که تو و مسعود همیشه با هم دیگر باشیم. ای کاش لالایم از اول گپ مرا میشنید، حال سکینه در بین ما می بود. به هر صورت تماما فامیلا باید از سرنوشت خانواده مدیر غوث‌الدین عبرت بگیرن و در مقابل اولادای خود توجه داشته باشن و بی تفاوت نباشن. سمی بچیم، نصیر جان، امید ما اول به خدا و دوم به طرف شماست که شما مسئول ما را از این بلا نجات بدید. مرحله دیتاکس خلاص شده، هفته دوم شروع میشه بخیر. هفته دوم در اتاق دوم سپری میکنه، زیر مراقبت میشه. اینا کاکا جان، مسعود بخیر، صحیح و سلامت از مخدرات دور شده و این دیگه به شما تسلیمم. زنده باشه. مسعود، کاکایم گپ زده نمیتونه، او بسیار بیچاره شده. مسعود، کاکایم تمام کارهای بد خود رها کرده. از روزی که تو دمی شفاخانه هستی با پشت همه شفاخانه نشسته تا تو خوب شوی. مسعود، او پدر توست، او را ببخش. پدر، من سکینه را میخواهی، واره که مظلوم تو برام پس داده میدی. پدر، حالی چی سوده است از پشیمانی؟ دکتر شبزانی، فرمی مرخصی مسعود جان در پایان خانه‌پری شده. هدایت شما چی است که راستش؟ این که یه مشکل نیست، میتونه که مسعود جان رو ببرد. خب درست است. مسعود جان، بریم بچه، بریم خانه.